اگر در روزهای آخری رمضان زن در حیض قرار داشته باشد و نتواند نماز خواند چگونه باید رفتار کند و میتونه خواندن قرآن ادامه دهد؟ چطور شب قدر رو درست گذارن؟ شب قدر به زنی که حائضه هست یا نفسا هست با بیداری گذراند، یعنی بعد نماز شام وقتی افطار که شد تا وقتی سحری همین زن باید بیدار باشد. یک. دویمش برای او که مثلا ناپاک است و طهارت یا غسل شرط نیست یا که تیمم شرط نیست، برای اون که نماز خواندن نمیتونن اصلا طبق قول صحیح قرآن هم خواندن نمیتونن. اونایی که اجازه دادن به قرآن خواندن در حالت حیض غالبا بعضی جهت ها رو نگاه کردن. مثلا اگر زن حافظ قرآن باشد و حیضش 10 روز باشد، 10 روز اگر حفظ قرآن تکرار نکند قرآن فراموش میشد، قاری قرآن باشد، قاری به معنای حافظ کل، همین ها یعنی که امکانیت دارد به دستش یگان دست پوشک گیرد و قرآن که شده خواند یا از فکرش خواند. لیکن اصلا برای زنی حایضه قرآن خواندن نه است، نماز به اجماع علما. لیکن قرآن اختلاف است، سببش پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث این دلیلشون به قوت نیست. حضرت عایشه وقتی که بیمار شدن گفتن که افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی فی البیت. حضرت عایشه ماهانه دارند رضی الله عنها و ارضاها، بیمار هستند، بیماری زنانه. گفتن که یا رسول الله من خیلی شدم چیکار کنم؟ گفت افعلی ما یفعل الحاج، هر کاری که حاجی میکند کردن گیر، فقط طواف نکن. به خانه کعبه نفرا، یعنی طواف نکن، یعنی صفا مروه عرفات رو، مینا رو، مزدلفه رو، سنگ پرتایی رو، قربانی کن، موت قیچی کن مثلا، لیکن طواف نکن. غیری طواف همیشه کن. طواف هم وقتی که پاک شدی غسل میکنی، طهارت میکنی، بعد میروی. خب حاجی ها چیکار میکنن؟ حاجی ها قرآن میخوند یا نه؟ قرآن میخوند. خب پیامبر صلی الله علیه و آله میگه هر کاری که حاجی ها میکند کن، فقط طواف نکن. گفتن که برای همین قرآن خواند اجازه هست، لیکن این دلیلی به قوت نیست، برای اینکه حاجی ها روزه هم داشتنش ممکن. ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم. این خطاب به حاجی هست، کسی که حج کند و یگان محظورات احرام اجرا کند یا برای حج و عمره در یک وقت خرجش برای روزی عید قربان گوسفند کشتن به قدرت نداشته باشد، الله تعالی گفت که ثلاثه ایام فی الحج، 3 روز در حج روزه دارد و سبعه اذا رجعتم، 7 روز به خانهش برگردد. یعنی روزه حاجی ممکن روزه میدارد، حاجی ممکن نماز میخواند، حاجی قرآن میخواند، این کارای کار نمیتوند که آدمی حایزه. مقصدی پیامبر صلی الله علیه و آله از این گپ این است که هر کاری که حاجی میکند بکن، یعنی مراد همون کارهای حج، نه کارهای معمولی که دیگر آدم‌ها هم میکنن مانند نماز، مانند روزه. مقصد مینا رو، مزدلفه رو، عرفات رو، جمرات رو، سنگ پرتایی رو، لیکن طواف نکن. بنابراین یعنی قرآن خواندن منع است. بهترش به زنهای حایضه در این شبا دعا، ذکر، صلوات یا صحبت گوش کند اگر جا خسته شود، برای اینکه وقت به عبادت گذراند. یعنی همین 10 ساعت 11 ساعت، یعنی بعضی کشورها 10 ساعت، 1 ساعتتون شب حساب کنیم برابری 8 سال. 1 ساعت عبادت کنید گویا 8 سال عبادت کنید. 1 دقیقه عبادتتون برابری 50 روز، قریب 2 ماه. 1 دقیقه ما همین شبا برابری 2 ماه است. 1 دقیقه عبادت کنید 60 ثانیه گویا 2 ماه عبادت کنید. 1 ساعت عبادت کنید گویا 8 سال عبادت کردید. 10 ساعت عبادت کنید 83 میشه، یعنی که 8 زیادتر ده کن، 8 سال گفتیم 8 زیادتر. یعنی این شبا بسیار شبا ذکر، دعا، قرائت قرآن برای غیری حایزه. اگر رفت و جا قرآن خواندنش باشد یا تکرار کردن باشد گوش کندن میشد، لیکن بهترش دعا. بله، به همین دعا تقدیری خودش و تقدیری فرزنداش و تقدیری مسلمان های حل کند. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. یا آدمی مویهاش پریشان، لباسهاش چنگالود، مدفوع بالابواب،
هیچ کی وی نه معرکش به خبر میکنه، نه تویش به خبر میکنه، نه قدر و قیمت میکند. مدفوع بالباب، در اون کس کوبت به در روش در پوشیده میشد. خواستگاری رود، آدم تو کی هستی که به خانم خواستگاری اون پیش میکنن؟ انا همون آدم اگر به الله قسم خورد، الله قسمش اجرا میکنه، یعنی دعاش قبول میکنه الله تعالی. بنابراین شما فکر نکنید که من بنده ضعیف هستم، از دستی من چیزی نمی بیاد. نه، شما اگرچه در نزد مردم قدر ندارید، شما در نزد الله تعالی قدر دارید. خاصتا شخصانی کمبغل، شخصانی بیچاره، ضعیف، بیمار، معیوب که همیشه در عذاب است، دعای شما به درگاه الله تعالی تیزتر قبول میشه. بنابراین شما دعا کنید دیگر مسلمان ها را هم، ظالم ها را دعای بد کنید، بسیار دعای شما قبول شدنش نزدیک است. شما مرتبه بلند دارید در نزد الله تعالی، یعنی خودتون کم حساب نکنید. انما تنصرون و ترزقون و هل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم. پیامبر صلی الله علیه و آله شما اصلا نصرت داده نمیشید، رزق داده نمیشید مگر هم به سبب ضعیفاتون. همین در بین مسلمان ها آدمای ضعیف هست، آدمای ناتوان هست، آدمای بیچاره هست. شما این نصرتتان، پیشرویتان، پولداریتان، عزتتان، رزقتان به سبب این بیچاره ها هست. این بیچاره ها کمک گاهان یکی میکنید، دعای همین ها که شما امروز سبز دید. بنابراین ما باید با آنها نیکی کنیم و اینها، همین خیلی آدم ها، هیچگاه خودتون معیده حساب نکنید، اندک حساب نکنید. شما بزرگ هستید در نزد الله تعالی. بنابراین دعا کنید در حق دیگرها، در حق بیچاره های حقیقی دعا کنید. یک طالب علم پدرش زنگ میزند، پدرش میگه که در جاهای کم بغل میخونه، میگه چی خوردی تام؟ طعاماتون چی خیلی است؟ شکر الله طعامم خوبه. خیر مثلا من همین روز در نماز پیشین چی خوردی تام به خوراک نصفی روز؟ میگه مکرونی آب جوشاندگی. بعد پدرش میگه که ها بیچاره ها. گفت بیچاره شما نید که به دنیا مشغولید، بیچاره شما نید. بنابراین اصل بیچاره این پولدارا هست. بنابراین شما در حق این بیچاره ها دعا کنید. ای آنهایی که ما شما رو بیچاره حساب میکنیم،